تا حالا دیدید وسط دعوا یکی بیاد بگه ببخشید شما چپی هستی یا راستی؟ مگه خیابونه؟ مگه آدرس میخوایم بدیم؟ بیایید یه بار برای همیشه تکلیف این دوتا کلمه رو روشن کنیم که شده بلای جون اپوزیسیون. داستان این کلمات خیلی مسخره تر از اونیه که فکرش رو بکنید. برمیگرده به تابستون 1789، پاریس، انقلاب فرانسه. توی مجلس دعوا بود سر این که شاه چقدر قدرت داشته باشه. اونایی که طرفدار شاه و کلیسا و اشراف بودن رفتن نشستن سمت راست صندلی رئیس. چرا؟ چون اونجا جای آدم حسابیا و اشراف بود. اونهایی هم که عصبانی بودن میخواستن شاه رو کله پا کنن و طرفدار مردم عادی بودن رفتن نشستن سمت چپ. به همین مضحکی کل جنگ‌های سیاسی 200 سال اخیر، کل اعدام‌ها و زندان‌ها از طرز نشستن چند تا فرانسوی شروع شد. اما الان دیگه داستان عوض شده. این کلمات دیگه فقط جهت صندلی نیستن، شدن دین، شدن هویت. طرف حاضر رفیقش رو بفروشه چون چپیه یا برادرش رو بلاک کنه چون راستیه. امروز توی مغاق میخوایم ببینیم پشت این نقاب‌های قشنگ چپ و راست واقعاً چه خبره و مهمتر از همه واسه ایران ما بهترین گزینه چیه؟ فصل اول، دعوا سر چیه؟ برابری یا آزادی؟ بیایید بدون کلمات سنگین ببینیم دعوا سر چیه. کل دعوای چپ و راست دعوا سر 2 چیزه: عدالت و آزادی. 1. نگاه چپ، عاشقان عدالت، دولت رابین هود. چپ ها دنیا رو میبینن و خونشون به جوش میاد. میگن چرا یکی پرچ سواره، یکی نون نداره، مگه خونه اون رنگین تره؟ حرف حسابشون اینه: فقر تقصیر تو نیست، تقصیر سیستمه، سیستم خرابه. پس راه حل چیه؟ دولت بزرگ. چپ میگه دولت باید بشه رابین هود، باید دست کنه توی جیب پولدار، مالیات سنگین و بده به فقیر. بیمه، مدرسه، خونه مجانی. از نظر چپ آزادی که توش نون نباشه مفت نمیارزه. اول شکم مردم رو سیر کن، بعد از آزادی حرف بزن. اما نگاه راست، عاشقان آزادی، دولت نگهبان. راست ها دنیا رو میبینن و میگن زندگی سخته داداش، جنگله، هر کی زرنگ‌تره برنده میشه. حرف حسابشون اینه: اونی که پول داره زحمت کشیده یا ریسک کرده، چرا باید جریمش کنیم؟ پس راه حل چیه؟ دولت کوچیک. راست میگه دولت پاش از زندگی من بکشه بیرون، نه برام پدری کن و نه پولم رو بده به کسی که کار نمیکنه. از نظر راست اگه جلوی آدم‌های پولدار و کارآفرین رو بگیریم کل جامعه فقیر میشه. بذارید موتور اقتصاد به چرخه، به بقیه هم میرسه. خلاصه دعوا اینه: چپ میگه بیایید همه رو به زور همقد کنیم تا کسی کوتاه نمونه. راست میگه نه، بذار هر کی میتونه بپره. اونایی که نمیتونن هم مشکل خودشونه. فصل دوم، وقتی کلمات قاطی میشن. حالا نکته خنده‌دار و البته گیج کننده ماجرا اینجاست: این تعاریض ثابت نموندن. این کلمات مثل لباسن که توی هر قرن تن یه گروه رفتن. یه زمانی قرن 19 لیبرال ها چپ بودن. باورتون میشه؟ چون اون موقع راست یعنی شاه و کلیسا. هر کی جلوی اینا وای میستاد میشد چپ. اما الان چی؟ الان لیبرال های اقتصادی، اونایی که میگن بازار آزاد، شدن نماد راست. یا مثلا شوروی خودش رو چپ میدونست چون شعارش عدالت کارگری بود، ولی در عمل چی بود؟ یه دیکتاتوری مخوف که نفس کارگر رو میبرید. یا هیتلر، اسم حزبش چی بود؟ سوسیالیست ملی. کلمه سوسیالیست یعنی چپ رو یدک میکشید، ولی خودش خدای راست افراطی بود. پس رفقا، گول برچسب ها رو نخورید. چپ امروز آمریکا که دغدغش شده حقوق همجنسگراها و محیط زیست، هیچ ربطی به چپ استالینی که دغدغش نون و کارخونی بود نداره. وقتی یکی میگه من چپم، بپرس کدوم چپ؟ چپ دموکرات سوئدی یا چپ دیکتاتور کره شمالی؟ وقتی یکی میگه من راستیم، بپرس کدوم راست؟ راست بازار آزاد یا راست فاشیست و نژاد پرست؟ فصل سوم،
تئوری نعل اسب. یه تئوری هست توی سیاست که مو به تن آدم سیخ میکنه. تئوری نعل اسب. میگه آقا جان سیاست خط صاف نیست، نعل اسبه. اگه خیلی بری چپ، کمونیسم افراطی، یا خیلی بری راست، فاشیسم افراطی، فکر میکنی داری از هم دور میشی، ولی یهو میبینی ای دل غافل، رسیدید به هم. چطور؟ چپ افراطی مثل استالین به اسم عدالت آزادی رو میکشه. مالکیت جرمه، همه باید یه جور فکر کنن. مخالف یعنی دشمن خلق. راست افراطی مثل هیتلر به اسم نظم و نژاد آزادی رو میکشه. اقلیت‌ها باید حذف بشن. مخالف یعنی خائن به وطن. خروجی جفتشون چیه؟ زندان. برای اون بدبختی که توی زندان داره شکنجه میشه، چه فرقی میکنه زندانبانش لباس خاکی پوشیده یا لباس سیاه؟ هر دوشون میخوان تو رو بکنن توی یه قوطی و درش رو ببندن. پس هر وقت دیدید یکی داره با رگ گردن بادگرده داد میزنه حذف کامل مخالف، بدونید اون روی لبه نعل اسب وایساده. رنگ پرچمش مهم نیست. فصل 4. خیاط دانا، لباس اندازه برای ایران. حالا بریم سر اصل مطلب، ایران خودمون. الان مد شده همه میپرسن نسخه نجات ایران چیه؟ چپ یا راست؟ جواب من اینه. این سوال از بیخ غلطه. مثل اینه که بگی برای ساختن خونه چکش خوبه یا آچار. خب مرد مومن بستگی داره بخوای میخ بکوبی یا پیچ سفت کنی. سیاستمدار عاقل نباید مؤمن به چپ و راست باشه. باید اوستاکار، پراگماتیست باشه. بیایید مریض رو معاینه کنیم. 1. درد اقتصاد. اقتصاد ما دولتی، رانتی و فاسده. اینجا ما داروی راست میخوایم. باید دولت رو بندازیم بیرون، انحصار رو بشکنیم، بذاریم مردم و شرکت ها نفس بکشن و تولید کنن. 2. درد فقر. شکاف طبقاتی وحشتناکه. اینجا داروی چپ میخوایم. نمیشه ول کرد به امان خدا. باید سیستم مالیاتی درست بشه، آموزش و بهداشت رایگان بشه که بچه سیستانی به خاطر بیپولی از تحصیل نمونه. 3. درد استبداد. اینجا داروی لیبرال میخوایم. آزادی بیان، آزادی پوشش، جدایی دین از دولت. میبینید ما یه معجون میخوایم، مثل مدل اسکاندیناوی، یعنی سوئد و نروژ. اقتصادشون راسته، یعنی بازار آزاد، ولی خدمات اجتماعیشون چپه، یعنی رفاه بالا. خیاط دانا لباس رو اندازه تن میدوزه، نه اینکه دست و پای مشتری رو ببره تا اندازه لباس بشه. نتیجه گیری، تله تفرقه. و اما حرف آخر، خطاب به شمایی که الان وسط خیابون یا توی توییتر دارید سر چپ و راست بودن دعوا میکنید. دوستان بیدار شید. چپ و راست جناح‌های سیاسی هستند. جناح سیاسی مال کیه؟ مال زمانیه که پارلمان داریم، صندوق رأی داریم و دموکراسی برقراره. الان ما وسط یک انقلاب هستیم، وسط جنگ. کسی نمیپرسه تو چپی هستی یا راستی، میپرسن تو با مایی یا با اونها. دیکتاتور عاشق این بحث هاست. عاشق اینه که چپ ها بگن اینها سلطنت طلب فاشیستن و راست ها بگن اینها کمونیست تجزیه طلبن. تا وقتی ما یقه همدیگر رو گرفتیم، اون روی تختش امنه. الان وقت خطکشی نیست، الان وقت همپوشانیه. هدف مشترک ما چیه؟ سرنگونی استبداد و رسیدن به صندوق رأی. فردای آزادی وقت بسیار زیادی داریم که توی مجلس و تلویزیون بشینیم و تا صبح سر مالیات و اتحادیه ها دعوا کنیم. اما امروز هر دستی که به سمت دیکتاتور مشت شده دست برادر و خواهر منه، چه چپ باشه چه راست. پرچم‌های حزبی رو بذارید زمین، فقط یک پرچم مهمه: ایران.